بینندگان عزیز، برنامه امروزه را از استودیوی تلویزیونی بدخشان منظورتان می‌گردانیم. بینندگان عزیز، همصحبت ما هستند یکی از شاعران و ادیبان علمای زاده یزدگان ولایت مختار کوهستانی بدخشان عبدالقادر علوی هستند و ما استاد را به مهمانی برنامه تلویزیونی بدخشان خیر مقدم میگیم. بار دیگر یادآور میشویم که عبدالقادر علوی بعد ختم دانشگاه دولتی تاجیکستان به فدراسیای روسیه رفتند و در آنجا زندگی بعد را در آنجا آغاز نمودند و در پژوهشگاه زبانشناسی فرهنگستانی علوم این کشور شده رساله نامزدی خود را دفاع نمودند که موضوع آن فریزولوژی زبان یزدگانی بود. باید قید نماییم که استاد ارجمند ما دوام طول همین فعالیت توانستند چندین مقاله های پرارزش و همزمان دو مجموعه کتاب وابسته به فریزولوژی زبان یزدگانی را از چاپ برآوردند و امروز دوستداران مشتاق این زبان می توانند از آنها با ثمر استفاده برند. و بار دیگر قید میکنیم که استاد ارجمند ما دوام 30 سال به ولایت مختار کوهستانی بدخشان نبودند و مراتبه یکم است که بعد به دست آوردن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان که این سال ما جشن 30 سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان را گرامی داشتیم و استاد ارجمند ما بعد 30 سال صاحب استقلال به وطن محبوبشان یعنی به زادگاهشان برگشتند و استاد ارجمند بار دیگر به ولایت مختار کوهستانی بدخشان تشریف شما رو خیر مقدم میگیم و چون خواستیم که دید شما رو، نظر شما رو دوام 30 سالی که شما در زادگاهتان نبودید شما اون رو چگونه تصور نمودید؟ دو سه جمله برای بینندگان بفرمایید، بعد میگذاریم به سوال موضوع حساسی. اولا درود و پیام گرم خود را به مردم سرفراز بدخشان تقدیم می‌دارم. چنان که شما قید کردید در طول سالهای زیاد در وطن نبودم و اقامت در مسکو داشتم. بار نخست به بدخشان تشریف آوردم و بدخشان را من با چشم دیگر دیدم. من از دیدار مردم بدخشان، از طبیعت بدخشان، از نویگری های بدخشان خیلی به وجه آمدم. باور نمیکردم که همین چنین حادثه صورت بگیرد، ولی که میبینیم حال بدخشان اون بدخشان سالهای 30 سال قبل نیست. بدخشان رشد کرده است. بدخشان خیلی زیبا بود و با زیباتر شده است. چون ما اطراف شعر و شاعری باید سخن بگیم و شما همچون ادیب هستید، شما همچون نویسنده هستید و بیشتر شعرهای خود را روی صحیفه میبرید، روی کاغذ میبرید و عموما به اندیشه شما وقتی که شما یگان موضوع را انتخاب میکنید و به نوشتن یگان مسئله یعنی سر کار میگیرید، عموما الهام هر یک نویسنده و الهام هر یک شاعر از چه آغاز مییابد؟ وقتی که من به مسکو رفتم در دانشگاه علوم زبانشناسی شامل اسپرانتو شدم و بعد از دفاع کردن همین رساله نامزدی من بیشتر میل و رغبت به شعر پیدا کردم و به شعر نویسی رو آوردم. شاید همون موضوع مهاجرت باشد یا که غریبی باشد یا که دور از وطن باشد، روز به روز مهر وطن در دل من جاگزین میشد و بیشتر میشد. باور نمیآید اگر گویم که من در طول 30 سالی که من در مسکو زندگی کردم من یک مصرع برای اون کشور روس شعر ننوشتم. یک مصرع شعر من برای روسیه در موضوع روسیه یا که مثلا من نبخشیدم با شعر، من فقط با وطن بودم و اگر خودم در اونجا بودم در روسیه بودم ولی خیال من، تفکر من، دل من همیشه با وطن بود. خوب است و اگر خوب میشد که بهر بینندگان یک شعر وطن دوستانه خراب کنید. تاجیکستان مشت خاک از خراسان من است، مهر پاکش جلوه
روح نیاگان من است. افتخار مهد علمش چون اوستا بوده است. زندش همه آغاز طغیان من است. کاخ نظم پارسی را رودکی افکنده است. هم به حکمت راوی شعر خراسانی من است. پیری توسی که سخن آراست برسان عروس. حکمت شاهنامه‌اش نیروی ایران من است. ابن سینا اهل عالم را شفا بخشیده بود. مثنوی معنوی قانون عرفان من است. خوش به حال ملت که از آسمان دارد کتاب. آن کتاب آسمانی دان که قرآن من است. سربلندی یافتی از تاجیکستان ای علی. رمز و راز سربلندی از بدخشان من است. لیست استاد شعر خیلی جذاب است و چون استاد از شعر شما برمی‌آید که شما بیشتر در وصف محبت نسبت به وطن، دوستداری نسبت به وطن و عموما خودشناسی و هویت ملی در شعر شما پابرجا هست و کمی روشنی اندازید من به همین کلمه ها چه باعث شد که از هویت ملی، خودشناسی ملی در نهاد شما بیدار شد و شما محض توانستید که نخست شعر خود را به تاجیکستان بخشیدید؟ در طول سالهای زیاد مثلا دور از وطن قرار میگیرید، حتما یک یادی وطن یا مهری وطن همیشه همراه تو در دل باقی میموند. همسفر است. و بعد دیگر اینکه بعد از اون که در همون کشور روسی ما هر روز با مردم زحمتکشی مثلا تاجیک و مهاجران تاجیک روبرو میشیم و حال اون مردم در اونجا میبینیم، مشکلات مردم با چشم سر میبینیم. خواه نخواه اگر همون دل سنگ باشد به این موضوع رو میارید، به ملت، به خلق، به وطن، به خیش، به تبار، به طبیعت وطن، به هر یک سنگ و کلوخ وطن باز میریت زیادتر میشود. وقتی که من شعر میخوام که اون چیزی نویسم، همین مهر، همین یاد، همین دوری و از وطن همیشه در دل من ترنم میشد و من مثلا به این موضوع وطن یا که وطنداری یا دوستداری وطن مثلا یک چیز مثلا توجه مخصوص دارید. توجه و شعر می نوشتم. تشکر زیاد خوب است استاد ارجمند و طبعا ما اطلاع داریم که شما تو به همین روز چندین مقوله ها رو انتشار نمودید و همزمان دو مجموعه کتاب شما هم نشر کردید که موضوع فرزانه زبانی از غلامی را در بر میگیرد و چون شما رساله نامزدی را نیز دفاع نمودید و کمک روشنی اندازید به امون دوره که شما از بالای امون رساله خیش کار کردید و در همون وقت چگونه مثلا استادان شما را قبول کردند و چگونه شما مثلا توانستید از برای شما میسر شد که در دولت روسیه و در یکی از پژوهشگاه با نفوذ شما توانستید این رساله را با موفقیت دفاع نمودید؟ زمانی که حکومت شوروی وجود داشت بله. و ما در تاجیکستان در دوشنبه کار میکردم، من اون وقت در نزد اینستیتوت زبان و ادبیات اکادمی علوم تاجیکستان یک شعبه وجود داشت به نام پاموشناسی. من یک 4-5 سال در اون شعبه پاموشناسی کار میکردم و در اون وقت استادان زنده یاد، استاد رحیم خیلیویچ دادی خدایف، استاد دادخدا کرمشایف مثلا در اونجا رابری همین شعبه را مثلا در دست داشتن و بعد وقتی که من با این شعبه کار میکردم بیشتری کار من با این آلمان میکردم. اصلا مثلا من خیلی توجه زیاد داشتم با همین فولکلوری زبانی یزدگلامی زبانهای پامیری هست اصلا. وقتی که من رساله علمی دانشگاه می نوشتم در رابر رساله من رحیم خلیلویچ دادخدای بودم. رحیم خلیلویچ دادخدای خیلی عالم نکته سنج و خیلی سختگیر بودن
وقتی که ما کرسی پنجم آمدیم باید یک رساله چی می نوشتیم کرسی مثلا بعد برای ختم کردن او در نظر من یک شرط گذاشت برای من گفته بودم که کسی که اگر رساله شما رساله دیپلمی شما تا ماهی ینور تمام نکنید اینه من شما را از جمله شاگردانم خط میزنم. من از اول ترس یا که از اون احترامی سخت به رئیس قیوش زنده‌یاد من رساله نامزدی و رساله دیپلمی خودم رو تا ماه ینور ختم کردم و تا ماه مای که وقتی دفاع باید باشد من بیکار بودم. بعد با رخصتی رئیس قیوش من به اینستیتوت زمانیات رفتم در اونجا باز دکتر کرمشوی بودن و بعد برای من بعد یک سال برای تجربه آموزی به اینستیتوت زبانشناسی اکادمی علوم روسیه فرستادن و علاقه من تجربه چیز داشتم کار با زبانی آموزش زبان. وقتی که در من سال 79 به مسکو تشریف آوردم و داخل اینستیتوت زبانشناسی وقت نام داشت اینستیتوت زبانشناسی اتحاد شوروی در نزد اکادمی علوم اتحاد شوروی بودن من رهبریت من را جوی یاسوینا به دوش گرفته بودن چون که جوی یاسوینا ایدلمن خودش زباندان و مخصوصا زبان یزدگامی را خیلی ماهرانه خیلی خوب میداند. من در زیر تاثیر جوی یاسوینا به همین کار شروع کردم و بعد دیگه وقتی که برگشتم و بعد من سالهای 92 به مسکو برگشتم باز جوی یاسوینا من علاقه میشناختم کس بعد من گرفتن به حیث شاگردی مرا پذیرفتن و در زیر رهبری جوی یاسوینا من کار کردم و اول لغت اصطلاحات زبانی همون فرزولوگ زبان‌های یزدگامی را از چاپ آوردیم یک کتاب و بعد به ادامه کار رساله نامزدی را من باز باره‌های زبانی یزدگامی را باز چیز کردم آموختم و در سال 2000 من دفاع علمی کردم. خوب است و استاد این زمان شاگردانی مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و اون دانشجویانی که در دانشگاه‌های عالی کسبی یعنی تحصیل علم میکنند از موادهای شما همچون مواد درسی استفاده میکنن یا نه؟ این زبان‌های مثلا بدخشانی یا که به اصطلاح دیگر زبان‌های پامیری که ما میگیم این اصلا ریشه زبانی همین فارسی است. این قدیمترین از زبان از نسبت به زبانی همین فارسی امروزه این زبان‌های پامیری زبان‌های اینا قدیمتر هستند. حتما برای همون دانشجویان از کتاب‌های ما استفاده می‌برن. حتی در کتابخانه کلانترین شهر مسکو حتما کتاب‌های ما هستند دسترس خوانندگان دسترس خواهشمندان می‌شود و از اون کتاب‌های ما استفاده می‌برن. هم به زبان تاجیکی و هم به زبان روسی. کتابی که دفاع کردم همون اصطلاحاتی و لغت اصطلاحات فرزولوگ زبان یزدگامی به 3 زبان است به زبان یزدگامی به زبان تاجیکی و به زبان روسی. همین زمان که شما در فدراسیون روسیه استقامت دارید زندگی میکنید حتی فعالیت هم میکنید این زمان شما بیشتر به کدام کارها بند هستید؟ اصلا من به کارهای علمی بند هستم بیشتر و بعد به شعرنویسی. مثلا شعرنویسی تا نیست که هر روز بشینی و یک موضوع انتخاب کنی و بنویسی. این شعر خود به خود ناگهان یا در خواب است یا که در بیداری یا که در سفر است یا که در مترو است یک چیز الهام پیدا میشه یا چیز مینویسید. چون مثال شما دوام 30 سال در فدراسیون روسیه زندگانی میکنید و آیا یگان بار شب ایجادی شما رو در آنجا دایر کرده بودند یا اینکه یگان محفل دایر کرده بودند و شما رو همچون دعوت نمودند بود همین خیلی چورابینی ها که شما رو دعوت کردند؟ بله و شما در چورابینی ها برآمد کردید؟ خیلی در اونجا قریب سالانه قریب
10-15 تا چوربینی ها و در هر یک چوربینی ها ما رو دعوت میکنن. ما در اونجا مثلا سخنرانی میکنیم، ما اونجا شیخونی میکنیم. و در ماه همین ماه مای مثلا روزهای و خونیشی مثلا روزهای لویک در مسکو برگزار شده بودن. ما قریب در یک ماه هر هفته یک بار مثلا لایخوانی میکردیم و در برابر همین لایخوانی باز مثلا از اجازه خودمون باز اونجا برای تماشابینان باز شعرها قرائت میکردیم. تشکر. و تو همین مدت آیا شما یگان شاگرد رو آماده کرده؟ در سوی شاعری من دستی یک چندین شاعرای جوان گرفتم و شاعرای موفق هم شدن در همون مسکو. وقتی اونا با دیگر شاعرها مواجهت کردن و فکرم تنقید کردن و دل اونا را مثلا خسته کردن و چیز کردن و اونا دیگر از باوری برای خودشون احساس نمی‌کردن. بعد برای من مراجعه کردن و من با اونا صحبت کردم و شعرهای اونا رو دیدم. بعد صحبت‌های من اونا شعرها رو دوام دادن و اونا شعرهای موفق شدن. از بچه‌های مثلا بدخشان هستن و از شعرهای جوانی مثلا ناحیه ونج هستن. ولی متاسفانه در ساحه علم زبانشناسی یزدگرامشناسی در این شب روز مردم یزدگرام ما خیلی مردم تعصب شدن و با علم کم رو میارن. دوام 3 سال باز در مقیاس جمهوری تاجیکستان طبق امر پرزیدنت مملکت محترم امام رحمان آزمون فروغ صبح دانایی کتاب از راه اندازی گردید و دوام 2 سال اشتراکداران، خوانندگان، عموما تمام قشرهای گوناگون جامعه از شهر و نواحی ولایت مختلف استان بدخشان نیز در همین آزمون اشتراک کرده بودند و با تعداد زیاد مطالعه کتاب‌ها توانستند در چهارمین سطح جمهوری شرکت ورزیده مقام اول، دوم و سوم را صاحب گردیدند. و تا چه اندازه من رو آوردن به کتاب و کتابخوانی در زمان صاحب استقلالی توجه خوانندگان زیاد گردید و با برگزار نمودن چنین آزمون باز شماره زیادی خوانندگان نسبت به کتابخوانی از هر وقت دیده بیشتر به نظر میرسد. و شما خواستیم که شما همچون اهل علما نسبت به برگزاری همین آزمون چی گفته میتوانید؟ آیا همین آزمون در نهاد مشتاقان و دوستداران کتابخوان چی تکون میبخشد؟ شاید سری وقتی باشد که وقتی که من به بدخشان آمدم و علی خصوص به یزدگرام رفتم، من در هر یک دهه دیدم که مکتب‌های نو این خیلی مکتب زمانوی در روسیه کم است. این خیلی مکتبی که در من یزدگرام دیدم در روسیه نیست. در روسیه. و این چیزی که شما فروغ صبح دانایی کتاب است که شما مثلا شما قید کردید، البته بهترین چیز است. بهترین اقدام است که مثلا رهبر کشور اینا مثلا چیز کرده است، اعلام کرده است. و من بار دیگر مراجعت میکنم به شما که شاید از طریق شما برابریت ولایت و برابریت ناحیه ونگ همین برسانم که در چیزی در این موضوع برای هرچی بیشتر جلب کردن جوانان همین خوانندگان یزدگرام که من زاده همون دیار هستم و دلم برای اونا میسوزد و میبینم که از دیگر ناحیه ها مثلا از شغنان روشان مسئله فروغ صبح دانایی کتاب در خود یزدگرام تشکیل میکنن در مسابقه های بین مکتبی مثلا اینجا مثلا اگر صورت میگرفت و شوق اون مردم اون جوانان خوانندگان یزدگرام مثلا اگر بیشتر به کتابخوانی میکردن نور نور میشد. منم طرفدار همین. من گفتم که خیلی شدم که چقدر مکتب‌های زمانوی در یک قشتاق چیز ویش کرد. من فهمیدم که با تمامی چیزی تکنیکی حاضر زمان مجهز شد. من حتی با یکی از مدیران مکتب پیشنهاد کردم که آیا شما نمیتوانید که در این مکتب یک تا لیسه تشکیل کنید، لیسه که پولکی باشد، اما لیاقتمندان از 5-6
مکتبی از دلم مثلا شما جمع میکردید و در یک مکتب همین چیزی برای میموندید که برای آینده دیگرها خواندگان دیگر میبینن با اونا با شرط اونا بیشتر میشود. اگر همین کار میشد خیلی خیلی عجیب میشد. خواستیم که بهره بینندگان وابسته به وطن عزیزمون، یعنی شما چون روی تاجیکستان قرائت کرده بودید و باز خواستیم که از زبان شیرین شما وابسته به وطن بشنویم. تو چه اندازه مهر محبت شما نسبت وطن عزیزمون پابرجا هست؟ من خودم پشیمان هستم از رفتن وطن. من خودم از این وطن خیلی سخت پشیمان هستم. اگرچه مثلا زندگی من در اونجا بد نیست، خوب است. فرزندان من تحصیل کرده هستند و در صاحب مقام و چیز در اون کشور هستند، ولی اگر باز در وطن مثلا سرمایه‌گذاری می‌کردیم و در وطن می‌موندیم اون بیشتر می‌شد. بنابراین فقط من دلم به وطن می‌سوزد. وطن دوستت همه دارم، به آبادی و ویرانی، به هر جای که بودم مهری توست در قلبی سوزانی، چو مهری مادری تفسان و سوزان است مهری تو را من دوست می‌دارم وطن چون مادری جانی. اگرچه کم زمینی و سراسر کوهسارانی، کفایت است بر ما اینکه به نام تاجیکستانی. وطندار گویمت ای مردی آزادی بدخشانی، و یا که از خجند و رشت و کلاب و زرفشانی، به غربت هرچی یافتی به حیات زندگانی را، ندارد دل چو آسایش چو میدانی و هجرانی. اگر خواهی برفتن از وطن اندیشه کن ای دوست، که می آرد پشیمانی به هر ساحل پریشانی. ولیکن این وطن بی ما و تو خالی نمی ماند، به جای ما و تو آید هزار چینی و یونانی. چون از شعرهای قرائت کردیده شما احساس می‌گردد حیان است که در حقیقت تا چه اندازه شما دوستدار وطن هستید و تا چه اندازه مهر و محبت شما نسبت وطن خیلی بالا هست و شما کلمه وطن و عموما تاجیکستان رو خیلی خوشرو و وصف نمودید. استاد ارجمند برای شما اظهار تشکر میگیم و چون بابت فعالیت شما، چون بابت عموما اون رساله نامزدی رو که شما هم دفاع نمودید، برای ما وقت جدا گردیده خیلی تنگ است و ما نمیتوانیم که در یک فرصت کوتاه بابت فعالیت های شما حرف بزنیم و شاید سوالی از جانب ما شما انتظار بودید و ما آن را پیشنهاد کرده نتوانستیم و اگر از طرف خودتون یگان چی پیشنهاد کرده باشید در آخر صحبت خواستیم بفرمایید. من برای همه این وطنداران، هموطنان عزیز، شهروندان تاجیکستان همین را گفتنی هستم که همین لحظه که ما در همین وطن هستیم، در وطن آسایشته هستیم، همین را چون یک چیزی مقدس بپذیریم و این را هیچگاه از دست ندیم، چون که همه بهترین چیز برای هر یک شهروند تاجیکستان این آسودگی، آرامی، آسایشتگی مردم این سرزمین می باشد و آن را باید همچون گوهرک چشم نگاه بداریم. من خواستم که در عرفه همین استقلالیت تاجیکستان کتاب نو اشعار خودم رو به چاپ رسانم، ولی متاسفانه به من میسر نشد، ولی در روزهای نزدیک امکان دارد که کتاب نوی اشعار من از چاپ برآید و این هدیه خوبی است برای همین 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان. تشکر زیاد استاد ارجمند برای اشتراک در برنامه امروز. برای شما اظهار سپاس بیان میکنیم. بینندگان عزیز، بار دیگر یادرس میشویم که در صحبت گوزه ما حضور داشتند شاعر بسا محبوب ما استاد
استادانی زبانشناس معروف و مشهور عبدالقادر حلبی. بینندگان عزیز، در همین جا به برنامه امروزه نقطه می‌گذاریم تا برنامه‌های آینده صحتمند و پیروز باشید.